سلام به شما دوستای نازنینم. خوش اومدید به قسمت دیگه ای پادکست چاله ها. امروز میخوایم جایی بریم که ریشه تمام بدشانسی خانواده استندی هستش. خیلی سال پیش قبل از اینکه استندی به دنیا بیاد، جد بزرگش یلیا یلتنس اول توی یک کشور دور و فقیر زندگی میکرد. اون مردی بود با قلبی بزرگ، اما زندگیش پر از بدشانسی و گرفتاری بود. الیا یلتنس عاشق دختر زیبا و خواستنی به نام مایرا منگه شده بود. همه پسرای دهکده دلشون پیش مایرا گیر کرده بود. اما پدر مایرا گفته بود دخترشو به کسی میده که بتونه قوی ترین و چاقترین خوک رو براش بیاره. الیا پولی نداشت، اما دلش پر از امید بود. برای همین رفت سراغ یه زن پیر و مرموز به اسم مادام زرونی که کولی بود و مردم میگفتن قدرت‌هایی داره که عادی نیست. مادام زرونی قبول کرد به الیا کمک کنه و بهش یه خوک کوچولو داد، ولی یه شرطی واسش گذاشت. مادام گفت باید هر روز اون خوکو ببره بالای کوه، از چشمه‌ای که اون بالا بود بهش آب بده و براش آواز بخونه. مادام زرونی گفت اگه این کارو بکنه خوک قوی میشه و توی مسابقه برنده میشه. اما مهمتر از همه این بود که گفت بعد از اینکه کار تموم شد و دختر رو گرفتی باید منو هم ببری بالای کوه و از اون آب بهم بدی. اگه یادت بره نسل تو تا ابد دچار بدشانسی میشه. الیا قول داد هر روز خوکشو میبره بالای کوه و همون کارایی که مادام زرونی گفته بود و انجام بده. روز به روز خوک بزرگتر و سالمتر میشد تا اینکه روز موعود رسید. پدر مایرا به دخترش میگه بین این دو نفر یکی رو انتخاب کن، ولی مایرا با بیخیالی میگه برای من فرقی نمیکنه، میتونیم یه بازی حدس عدد رو انجام بدیم ببینیم کدومشون برنده میشن. همونجا الیا از این جواب مایرا خیلی ناامید میشه. میفهمه که مایرا فقط ظاهر زیبایی داره ولی عقل و شخصیت براش مهم نیست. برای همین تصمیم میگیره قید مایرا رو بزنه و همون شب همه چیز رو رها میکنه و مهاجرت میکنه به آمریکا. در نتیجه نه تنها با مایرا ازدواج نمیکنه بلکه حتی بدون خداحافظی کشورش رو ترک میکنه و اونجاست که پولی که به مادام زرونی داده بودم فراموش میکنه و نفرین آغاز میشه. الیا از کشورش مهاجرت کرد و به آمریکا رفت. اونجا ازدواج میکنه و بچه دار میشه. اما از اون به بعد انگار سایه یک بدشانسی عجیب همیشه همراه خانواده‌اش بود. هر کاری میکرد یه مشکلی پیش میومد که کارا خراب بشه، برنامه‌ها به هم بریزه. انگار یه نفرین واقعی روی سرشون. و حالا نوبت استندی بود. توی کمپ گرین لیک بیگناه به جرم دزدی که مرتکب نشده بود باید هر روز زیر آفتاب داغ چاله میکند. استنلی این داستانها رو از پدر و پدر بزرگ شنیده بود و توی دلش همیشه یه سوال تکرار میشد. آیا من میتونم این نفرین رو تموم کنم؟ آیا راهیه که سرنوشت خانوادم رو عوض کنم؟ با خودش میگفت شایدم هنوز امیدی باشه. خب ما حال اینجا فهمیدیم که خانواده استندی چرا نفرین شده بودن، چرا بدبیاری می آوردن. خب حالا وقتشه برگردیم به سر داستان اصلیمون. اون شب استندی با اینکه خیلی خسته بود ولی نتونست بخوابه. روی تخت سفتش دراز کشیده بود، اما فکرش هنوز درگیر اون لوله طلایی رنگ بود
که همون روز توی چاله پیدا کرده بود. یه لوله کوچیک، صاف و براق که تهش یه خمیدگی ظریف داشت و یه حسی بهش میگفت که این یه چیز معمولی نیست. شاید ارزشمند بود. شاید نشونه از گذشته پنهان زیر خاک‌های خشک گرین لیک بود. اما به جای اینکه خودش لوله رو تحویل بده، اون رو به ایکس ری داده بود. چون قبلا قول داده بود اگه چیزی پیدا کرد بده به اون. حالا توی دلش یه حس تلخ بود. ترکیبی از وفاداری و حسرت. دلش میخواست جای ایکس ری بود. وقتی فردا صبح اون لوله رو تحویل میده و همه توجه به سمتش میره. صبح وقتی آفتاب هنوز کامل بالا نیومده بود، پسرا با صدای آقای پنداسکی بیدار شدن. خواب‌آلود و خسته. صبحونه بدمزه‌شون رو خوردن و آماده شدن برای یک روز دیگه زیر آفتاب سوزان. ولی امروز دیگه فرق داشت. ایکس ری همونطور که با بقیه به سمت محل چاله ها میرفت، لوله رو از جیبش در آورد و رفت پیش آقای مدیر. اون مرد قوی و بد اخلاقی که همیشه با عینک آفتابی سیبیلای پرپشتش ظاهرش رو ترسناکتر کرده بود. ایکس ری با لحن خیلی جدی گفت: آقا، من یه چیزی پیدا کردم، تو چالم بود. آقای مستر لوله رو گرفت، بهش دقیق نگاه کرد. ابروهاش رفت بالا و بعد فوری بیسیمش رو برداشت. صدای جدی و عجولانش از پشت بیسیم بلند شد: خانم واکر، لطفاً فوری بیایید پایین. یه موردی داریم. همه بچه‌ها متعجب به ایکس ری نگاه می‌کردن. کسی نمی‌دونست چی پیدا شده، ولی می‌دیدن که آقای مستر حالا جدی‌تر از همیشه است. چند دقیقه نگذشته بود که یه ماشین شاسی بلند خاک گرفته از دور نزدیک شد. در ماشین باز شد و خانم واکر پیاده شد. زنی با ظاهری شیک، لباسای سفید و نگاه نافذ و سرد. خانم واکر که مسئول اصلی کمپ بود به لوله نگاهی کرد. بعد برگشت سمت ایکس ری و گفت: ایکس ری، کجا اینو پیدا کردی؟ ایکس ری دستشو دراز کرد و به یه جای نزدیک چاله خودش اشاره کرد. در حالی که استنلی که میدونست اون لوله واقعا مال کدوم چاله است، با دلی پر و ساکت فقط نگاه میکرد. دلش میخواست فریاد بزنه: اونجا نبود، من پیدا کردم. ولی هیچی نگفت. خانم واکر دستور داد که همه امروز فقط در همون محدوده‌ای که ایکس ری گفته بود چاله بکنن. نه یکی، نه دوتا، بلکه یه ردیف کامل از چاله ها. انگار دنبال یه چیز مهمتر بودن. دیگه خبری از اصلاح شخصیت نبود. حالا هدف پیدا کردن چیزی پنهان زیر خاک ها بود. پسرا که از همه جا بیخبر بودن با بیلاشون مشغول کندن شدن. اسندی با قلبی پر از حرف و چهره‌ای ساکت توی صف کنار بقیه بود. بدنش خسته بود ولی فکرش بیشتر. هی به این فکر میکرد که اون لوله چی بود؟ چرا اینقدر خانم واکر و آقای مدیر حساس شدن؟ آیا واقعا چیزی به ارزشی بود؟ یه شیء معمولی نمیتونست اینطور همه را به هم بریزه. بقیه روز فقط چاله کندن بود. خاکهای خشک، بیلای سنگین و سکوتی پر از سوال. هیچ کس چیز دیگه‌ای پیدا نکرد. اما حالا همه میدونستن که هدف واقعی این چاله ها چیز دیگه ایه. چیزی که تو گذشته خاک شده گرین لیک مخفیه. استندی همون شب وقت برگشتن به اردوگاه بدنش از خستگی کوفته بود. اما ذهنش بیدارتر از همیشه. حس میکرد داره نزدیک میشه به یه راز بزرگ، به یه حقیقتی که شاید بتونه همه چیزو تغییر بده. و شاید، فقط شاید، اگر شجاعتشو جمع کنه یه روز بتونه صدای خودشو بلند کنه. اون شب بعد از اون همه بیل زدن و خاک ریختن، اسلندی خسته و کوفته افتاده بود روی تختش. هنوز عضلات بدنش از زور زدن میسوخت.
ولی یه چیزی ذهنشو بیشتر از همه خسته کرده بود. اون لوله طلایی. فکرش نمیرفت از سرش بیرون، نه از حسرتی که خودشونو پیدا کرده بود و افتخار نصیب ایکس ری شده بود، بلکه بیشتر از این بابت که چرا اونقدر براشون مهم بود. چرا خانم واکر و آقای مدیر اون همه به هم ریختن؟ یه لوله کوچیک ولی مثل یک کلید انگار دری به گذشته باز کرده بود. صبح روز بعد پسرا طبق معمول با فریادهای آقای پنداسکی از خواب بیدار شدند. آفتاب هنوز کامل بالا نیومده بود ولی گرما توی هوا موج میزد. اسندی به سختی از تخت بلند شد و رفت سراغ لباس کارش. بدنش مثل چوب خشک شده بود. وقتی رسیدن سر زمین همه چی مثل روز قبل بود. همچنان باید چاله میکندن. اما نه هر جایی. فقط همون ناحیه‌ای که ایکس ری ادعا کرده بود لوله رو اونجا پیدا کرده. خانم واکر میخواست هنوزم از اون زمین چیزی در بیاره. اسندی در حالی که خاک رو الک میکرد با خودش زمزمه میکرد من اون لوله رو پیدا کردم. چرا چیزی نگفتم؟ ولی واقعیت این بود که گفتنش هم دیگه فایده‌ای نداشت. حرف زدن توی اون کمپ وقتی قدرت دست آدمای دیگه است ممکنه بیشتر از این که نجاتت بده برات دردسر درست کنه. تو اون هوای داغ و خشک ذهن استندی رفت سمت یه فکر شیرین. به خونه، به مادرش، به پدرش که هنوز توی اون کارگاه کوچیکش مشغول ساختن اختراعات بی سرانجامشه. یادش افتاد که مادرش همیشه بهش میگفت استنلی همیشه مثبت فکر کن حتی وقتی چیزی اشتباه به نظر میرسه. همین شد که عصر اون روز وقتی برگشتن به اردوگاه استندی نشست و یه نامه برای مادرش نوشت. کاغذ ساده‌ای برداشت و شروع کرد به نوشتن. مامان عزیزم من حالم خوبه. هوای اینجا خیلی تمیزه. هر روز کلی ورزش میکنیم. کلی میخندیم. بدنم قوی تر شده. کلی دوست پیدا کردم. اصلا نگران من نباش. من اینجا چیزای زیادی یاد میگیرم. در حالی که داشت این نامه رو مینوشت خودش لبخند تلخی زد. میدونست خیلی از این چیزا واقعیت نداره. ولی نمیخواست دل مامانشو بشکنه. اون شب وقتی همه پسرا خسته و خاکی به تختاشون برگشتن استندی با دستوی تاول زدهش نامه رو تا کرد و گذاشتش توی پاکت و وقتی دراز کشید یه چیزی توی دلش سبکتر بود. شاید هنوز توی چاله بی پایان گیر کرده بود ولی حداقل تونسته بود به مادرش یه امید کوچیک بده. اون شب قبل خواب از دور صدای زمزمه زیرو رو شنید. اون پسر ساکت همون طوری که روی تختش دراز کشیده بود آروم آروم داشت عدد میشمرد. اسندی متعجب شد. زیرو که هیچ وقت حرف نمیزد پس چرا داشت چیزی رو زمزمه میکرد؟ این اولین نشونه بود یه چیزی پشت سکوت زیرو پنهون شده بود. یه چیزی که هنوز هیچ کس نمیدونست. ولی استنلی مطمئن بود اون پسر یه رازی داره. صبح روز بعد هوا هنوز ساکت بود. پسرا یکی یکی از خواب بیدار شدن. خسته و خاکی با چشای پف کرده. استندی هنوز حس سنگینی دیشب رو توی بدنش داشت. هم خستگی کندن بیوقفه، همون فکرایی که مثل موج مدام توی ذهنش میچرخیدن. اون لوله طلایی، اون نامه‌های دروغ‌آلود و زیرو که با خودش زمزمه میکرد. اون پسر ساکتی که شب قبل آروم زیر لب عدد میشمرد. حالا دیگه برای استنلی زیرو فقط یه پسر ساکت و بی صدا نبود. یه چیزی پشت اون سکوتش بود. شاید یه قصه، شاید هم یه درد.
وقتی به محوطه چاله ها رسیدن، هوای گرین لیک مثل همیشه داغ و سنگین بود. دستورم مثل دیروز بود. همون محدوده، همون زمین خشک باید کنده میشد و همون امید بی نتیجه برای پیدا کردن چیزی که شاید اصلا وجود نداشت. اسندی بیلشو برداشت، رفت سمت چاله خودش. بیل سنگین‌تر از همیشه توی دستش بود. هنوز دندوناش از زور زدن شب قبل میلرزید. سعی کرد نفس بکشه. انگار یه تکه سنگ بین مهره‌هاش گیر کرده بود. بچه‌های دیگه مشغول چاله کندن بودن، ولی استنلی همونجا خشکش زده بود. زیرو که چند متر اون طرفتر داشت با بیل کار میکرد، برگشت و به استنلی نگاه کرد. چیزی نگفت، فقط نگاه کرد. اما همون نگاه پر از فهم و درک بود. بعد بدون اینکه حرفی بزنه اومد سمت چاله استنلی. استنلی تعجب کرد. خواست بگه نه، لازم نیست. ولی قبل از اینکه چیزی بگه، زیرو بیلو از دستش گرفت و شروع به کندن چاله کرد. با سرعت، با مهارت و دقت. استنلی خشکش زده بود. هیچ کس هیچ وقت اینطوری براش کاری نکرده بود. اونم توی کمپ گرین لیک. دلش میخواست چیزی بگه، یه تشکر، ولی انگار زبونش بند اومده. بقیه بچه هم کم کم متوجه شدن. نگاه ها سمتشون برگشت. ایکس ری و زیگزاگ پچ پچ کردن. قیافه هاشون خوشحال نبود. شاید ناراضی بودن. چون توی اینجا قانون نانوشته‌ای وجود داشت که هر کس چاله خودشو میکنه. کمک کردن یعنی ضعیفی. یعنی داری قانون کمپو میشکنی. اما زیرو انگار برای این قانونا تره هم خورد نمیکرد. اون فقط میخواست کمک کنه. نه از روی ترحم، نه از روی نمایش. فقط ساده و بی صدا. اون روز استنلی به جای اینکه چاله خودشو بکنه، نشست و تماشا کرد. همچنان که زیرو با هر بیل خاک رو کنار میزد، استنلی به این فکر میکرد که شاید برای اولین بار یه دوست واقعی پیدا کرده. نه کسی که فقط هم اتاقی باشه یا کسی که اسمش تو لیسته. نه، یه کسی که وقتی لازم باشه بی صدا میاد کنار آدم میسته و کمک میکنه، حتی بدون اینکه بخواد دیده بشه. اون شب وقتی بچه‌ها برگشتن به چادر، استنلی هنوز گیج اون اتفاق بود. زیرو رفته بود یه گوشه ساکت و بی صدا، همونطور که همیشه بود. استنلی نشست، بهش نگاه کرد. دلش میخواست چیزی بگه، ولی نتونست. اما ته دلش یه چیزی شکفته شد. یه حس گرم و کوچیک. شایدم اسمش رفاقت بود. مرسی که تا اینجای داستان با دل جون گوش دادید. حضور شما برام یه دنیا ارزش داره. داستانمون داره تازه وارد فصلای هیجان انگیزش میشه. خوشحال میشم قسمت بعدیم با من همراه باشید.